سلام بچه‌ها، شب و روزتون بخیر. تو این جلسه قراره درباره اعداد، سالها و شماره تلفن در زبان انگلیسی بهتون توضیح بدم. پس پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. به نام یاد خدا جلسه هفتممون رو شروع میکنیم، ولی قبل از شروع درس بریم جواب تکلیف جلسه قبلی رو با هم دیگه کار بکنیم. اگه یادتون باشه جلسه قبلی در رابطه با لهجه آمریکایی و بریتانیایی با هم دیگه صحبت کردیم و خب تکلیف این بود که آمریکایی ها به تاکسی میگن کب و شما قرار بود که پیدا بکنید تاکسی رو بریتانیایی ها چی میگن. جوابش هست تاکسی. بریتانیایی ها تاکسی رو میگن تاکسی. خب حالا درسمون رو شروع میکنیم. موضوع اصلی درسمون هست numbers، یعنی اعداد توی زبان انگلیسی. دقت بکنید دوستان، ما توی زبان انگلیسی دو نوع عدد داریم، cardinal numbers and ordinary numbers. حالا در ادامه با هم دیگه صحبت میکنیم ببینیم این دوتا چیه. خب cardinal number که اولین عددش میشه 0، دقت بکنید دوستان، 0 میشه 0، 1 میشه 1، 2 میشه 2، 3 میشه 3، 4 میشه 4، 5 میشه 5، 6 میشه 6، 7 میشه 7، 8 میشه 8، 9 میشه 9 و 10 میشه 10. از 0 تا 10 رو که خب همتون بلدین، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. خب حالا از 10 به بعد 11 تا 20 رو چجوری میخوایم بگیم؟ دقت بکنید، 11 میشه 11 یعنی 11، 12 میشه 12، 13 13، 14 میشه 14، 15 میشه 15، 16 16، 17 17، 18 18، 19 19 و 20 میشه 20 یا همون 20. خب دقت بکنید دوستان، از 0 تا 20 رو باید حفظ بکنید، حتما تا 19 رو باید حفظ بکنید و خب خیلی سخت هم نیست، حدس میزنم که خیلیاتون تا 10 و 20 رو بلدید. خب حالا یه فرمول کوچیک داره که میتونید از 20 به بعد تا 100 رو خیلی راحت بشمارید. دقت بکنید دوستان، از 0 تا 10 رو حفظ میکنید، از 11 تا 19 رو هم حفظ میکنید، بعدش دیگه نیاز نیست همه رو حفظ بکنید. یه فرمول کوچیک داره الان بهتون میگم، میتونید تا 100 راحت مثل آب خوردن بشمارید. یادتون باشه دوستان 20 رو میگن 20 میشه 20. حالا چیزی که نیاز شما یاد بگیرید اینه که بدونید 21 چجوری میشه. چجوری میگیم؟ 20 رو میذارید که همون 20، بعدش میگید 1 میشه 21. 1 میشد 1، 20 میشد 20. حالا 21 میشه 21. 22 چی میشه؟ باز دوباره 20 رو میذارید، عدد 2 رو کنارش، 22 میشه 22. 23 چی میشه؟ 23. پس اینجا میدونیم که هم باید 20 رو حفظ باشیم، هم باید عدد رو از 0 تا 10 حفظ بکنیم دیگه. 1 2 3 رو بلد باشیم. خب بریم جلو. 24 میشه 24. 4 میشه 4، 20 هم که میشه 20. 24 میشه 24. 25 میشه 25. 5 5 20 هم که خب 20. حالا دقت بکنید دوستان، شما از 1 تا 9 رو که بلد باشید، 20 رو هم که بلدید، خب راحت میتونید تا 29 رو بشمارید دیگه. 0 رو حفظ میکنید، 1 2 3 4 تا 10 رو حفظ میکنید، 11 12 13 رو حفظ میکنید، 13 14 15 تا 19. 19 هم که میشد 19. تا اینجا رو که باید حفظ بکنید. بعد 20 میشه 20. بعدش یه فرمول ساده، 20 رو میذاری، بعدش عدد بعدی رو میذاری. 21 بود میشه 1 21. 22 میشه 22.
23 میشه 23. با همین روش تا 29 رو میتونی حساب بکنی دیگه. میشه 29. میشه 9. بعد از 29 عددی که میاد 30. پس تو لازمه که 30 رو بلد باشی. 30 میشه به انگلیسی چی؟ 30. 30. 40. 40. 50. 60. 70. 80. 90 and 100. خب با استفاده از فرمولی که بهتون گفتم 20 رو می آوردیم، 20 بعدش عددی که باش بود رو می گفتیم. مثلا اگه 22 بود می گفتیم 22. این برای عدد 30 40 50 تا 100 هم کار میکنه همین فرموله. مثلا اگه میخوایم بگیم 31 میگیم 31 32 33 34 35 31 32 34 تا 35. مثلا برای 40 اگه مثلا بگیم 41 میشه 41 یا 49 میشه 49. 55 میشه 55. 67 میشه 67. 78 میشه 78. 89 میشه 89. 99 میشه 99. بعد از 99 عددی که میاد 100 دیگه. 100 رو من باید حفظ بکنید. چیه؟ 100. به همین سادگی میتونید از 0 تا 100 رو توی زبان انگلیسی بشمرید و بگید. خب تا اینجای ویدیو که خیلی سخت نبود، فقط یه فرمول داشت، خیلی هم ساده. از 0 تا 100 رو میتونید که الان حساب بکنید. حالا میریم روی عددهای بزرگتر. بعد از 100 101 102 120 اینو بیاد چی کار بکنیم؟ او رو با هم دیگه یاد بگیریم. خب 100 که میشه 100. این رو اسلاید قبلی هم با هم دیگه کار کردیم. 100 یعنی 100. حالا 101 بیاد چی کار بکنیم؟ این رو دقت بکنید دوستان، چند تا نکته ریز داره. چون یک صده حتما توی زبان انگلیسی باید قبلش بگیم چند صد. توی زبان فارسی اینجوری نیست. میتونیم بگیم 101 ولی به زبان انگلیسی اینجوری نیست. حتما باید بگیم 101. 101. چجوری میگیم؟ 100 100 100 and 1 و 1. آخرین عددی که قراره بگیم رو قبلش یک اند میاریم. این نکته رو حتما دقت بکنید دوستان. آخرین عددی که قراره ما بگیم رو قبلش اند میاریم. حالا میریم جلوتر، مثالهای زیادی کار میکنیم، متوجه میشیم. حالا 101 رو چجوری میگیم؟ 101. 101. خب 199 رو چجوری بگم؟ دقت بکنید. 100 یعنی 199. 100 که میشه 100. آخرین عددی که قراره بگیم میشه چی؟ 99 دیگه. قبلش باید اند بیاریم، بعدش هم 99 رو اسلاید قبلی کار کردیم. میشد چی؟ 90. 90. 9 هم که میشد 9. خوب دقت بکنید دوستان، گیج نشید. 100 یعنی 100. 99 میشه 99. به همین راحتی. 200 چی میشه؟ 200. 200. به خاطر همینه که میگن قبل 100 باید بگیم 100 که برای عدد 200 بگیم 200. 200. دو تا صدی. 300 چی میشه؟ 300. 999 چی میشه دوستان؟ 900 and 99. دقت بکنید. 900 and 99 و 99. 1000 چی میشه؟ 1000. دقت بکنید دوستان. 1000 میشه 1000. حالا بریم برای عددهای بزرگتر بیشتر از 1000. 1020 رو چجوری میگیم؟ میشه 1020. 1000 1020 و 20. 1020. 1020. 8018 رو چجوری میگیم دوستان؟ 8018. 18 که خب همون 18 بود که گفتم قراره شما حفظ بکنید.
1000 که میشه 1000، چون 8000 میگیم 8000 8000 and 18 و 18. خب 12689 چجوری میگیم؟ 12,000 12 رو که گفتم باید حفظ بکنید. 12 چی بود؟ 12. 1000 چی بود؟ 1000. 12,000 12000. 689 چجوری میگیم؟ 600 100 میشد 100، 600 میشد 600 دیگه. 12,689. اینجا رو باز دوباره دقت بکنید. آخرین عددی که قراره بگیم 89 89. قبل از همون 89 ما قراره اند بگیم دیگه. قبل از 600 اند نمیاریم، نمیگیم 12,689. وسط هر کدومش اند نمیاریم، فقط برای آخرین عدد. خب حالا بریم جلو. 12,000 12000 600 689 89 12689. عدد بعدی 43572. چجوری میگیم؟ ساده است. 43 میگیم اول 43 میگیم، بعد 1000 میگیم، 43000 میشه. بعد 572 رو میگیم دیگه. 43 43 چی میشد؟ 40 که میشد 40. 3 رو هم که کنارش می آوردیم میشد 43. 43. این قانون اسلاید دوم بود، بهتون توضیح دادم. 43 1000 43000 43,000. 572 چجوری میگیم؟ اول 500 رو میگیم دیگه. 500 572 یعنی 72. 43000 43,500 572 72. 43572 میشه 43,572. خب عدد بعدی 303202. اینو چجوری بگیم دوستان؟ دقت بکنید. اول سخت نیست، نترسید. عددم مثلا هر چقدر طولانی باشه میشه که از روش خودش خیلی راحت بهش برسیم. گفتیم 43,000 43,000. اینجا هم خب 303,000 میگیم دیگه، مشکلی نیست. میگیم 303,000. دقت بکنید دوستان، قبلش ما باید 303 رو بتونیم بگیم دیگه. 303 میشه 303. 303 303 یعنی چی؟ یعنی 303. 303 چی؟ 1000. 303,000 303,000 202 202 202 که خب میشه 202 دیگه. 303,202 303,202. عدد بعدی دقت بکنید دوستان. 987,401. خیلی ساده. اول میگیم 987,000. 987 رو چجوری میگیم؟ میشه 987,000. 900 یعنی 987 87. 987 یعنی 987,000 هزار. 987,000 987,000 401 یعنی 401. 400 یعنی 400 and 1 و 1. 987,401 987,401. خب حالا اینو چجوری بگیم؟ 962,329. اینم خب سخت نیست، مثل بالا حلش میکنیم. 962 میشه 962,000. تا اینجا رو گفتیم 962,000. خب حالا میخوایم بقیه عدد رو بگیم. 329 چی میشه؟ 329. 300 که خب میشه 300 and 29. 29 که خب ساده است دیگه، 29 میشه دیگه. 962,329. اگه دقت بکنید همه چی حساب شده است. 900 962 62,000 هزار. 300 329 29. 962,329. خب دوستان حالا میرسیم به سوال مهم. ما سالها و
شماره تماس رو توی زبان انگلیسی چجوری باید بگیم؟ دقت بکنید دوستان، سالها رو به دو عدد دو رقمی تقسیم میکنه. مثلا سال 1978 باشه چجوری میخوایم بگیم اینو؟ میشه 1978. دقت بکنید 19 رو که باید حفظ کنید. گفتم همون اسلاید اول از 0 تا 19 رو باید حفظ بکنید، هیچ قانون قاعده‌ای نداره. 19 یعنی 19، 78 رو هم که خب قانونش رو اسلاید دوم بهتون توضیح دادم، گفتم اول 10 ها رو میاریم بعدش هم 1 ها رو میاریم. 78 میشه 78 به همین راحتی. 19 یک قسمتش، قسمت بعدی 78 78 به این معنی که 19 78. مثلا 1398 اینو چجوری میگیم؟ خب اول قسمت اولش 13 رو میگیم میشه 13، قسمت دومش هم که 98 میشه 98. خب 406 رو چجوری بگیم؟ 1406. اینو اگه قسمت اولش رو بگیم 14 بعد قسمت دومش رو چجوری بگیم؟ سوال اینجاست. نمیشه که بگیم فقط 6 صفرش که اگه بمونه که خب سال عوض میشه، معنی و مفهوم درست رو نمیرسونه. اینو اینجوری میگیم. دقت بکنید دوستان، 1406 سال 1406 رو میگیم 1406. دقت بکنید دوستان، توی زبان انگلیسی هیچ وقت در سالها زیرو نمیگیم 1406، میگیم 1406. یه بار دیگه 14 که میشه 14 قسمت دومش که 06 باشه میگیم 06. طرف دیگه متوجه میشه که سال 1406 رو میگه. خب 1809 رو چجوری بگیم؟ سال 1809 رو میگیم 1809. این قاعده همیشه یادتون باشه، این قانون رو به خاطرتون بسپارید، این که صفر رو هیچ وقت توی سالها به زبان انگلیسی زیرو نمیگیم، میگیم او. 1809 یعنی 1809 یعنی سال 1809. خب سال 2000 رو چجوری میگیم؟ خیلی راحت میگیم 2000. سال 2000 یعنی سال 2000. 2015 رو چجوری میگیم؟ این خیلی ساده است. 2015. 2015 2000 که میشه 2000، 15 هم که میشه همون 15. ولی خب قبل از 15 باید یک اند رو بیاریم چون آخرین عدده. 2020 رو چی جوری میگیم؟ همین جوری که به فارسی میگیم سال 2020 به انگلیسی هم میگیم 2020. این سال 2020 2020. اگه شبیه هم دو تا سال اومده بود همون رو دوبار تکرار میکنیم 2020. خب دوستان، حالا سال 1400 رو چجوری میخوایم بگیم؟ اگه بگیم 1400 که خب اشتباست. این رو چجوری میگیم؟ دقت بکنید، میگیم 1400 یعنی سال 1400. 14 تا صدی 1400. 14 که خب میشه 14، 100 هم که میشه 100. 1400 یعنی سال 1400. نگید 1400 اشتباست تا 1400 یعنی سال 1400. خب حالا یه سوال مهم دیگه. How to say phone numbers. شماره تماس رو توی زبان انگلیسی چجوری بگیم؟ دقت بکنید دوستان، یه شماره الکی همینجور براتون آوردم 0912 35 89 01. این شماره است. خب توی فارسی هر جوری میتونیم بگیم، مثلا 3 رقم میتونم بگیم، 2 رقم خیلی هم میگن و خب 1 رقمی هم پیش میاد بگیم، ولی توی زبان انگلیسی اینجوری نیست که 2 رقم 3 رقم بگیم. همش یک قاعده داره، این که هر عدد رو جداگونه باید بگیم. چجوری؟ صفر رو که خب همون قاعده است، هیچ وقت زیرو نمیگید، بگین او. 0912 اشتباست، باید بگی 0912 358901. یعنی چی؟ 09123 58 901. اینجوری باید عدد رو توی زبان انگلیسی بگی، عددهایی که برای شماره تماسه. امیدوارم که متوجه شده باشید. شماره تماس رو اگه قراره به شخصی انتقال بدید بگید، باید بگید 0912358901. جدا یک رقم باید بگی، با این تفاوت که صفرش هم نمیگی زیرو، باید بگی او. به جای زیرو باید بگی او.
خب دوستان، حالا به عنوان یه تمرین چند تا عدد براتون آوردم. حتما شما این رو تبدیل بکنید به انگلیسی و توی کامنت رو برام بنویسید. بگید سال 2025 رو به انگلیسی چجوری میگیم؟ 1 و عدد 135 رو تبدیل بکنید به انگلیسی و توی کامنت ها برام بنویسید. این بود ویدیو امروزمون. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. لایک ویدیو و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.